دادگاه حربی گرنیزان خوجند با حکم خود از 5 ماه سال 2022 سرباز قطاری قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان محمد جان اسویف را با جرم از پیشانی سرش پرونده کشتن خدمتش قربانزاده به 10 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. دادگاه همچنین سردار گروه دیدبانی دیدبانگاه سرحدی سیم نورآباد قسم حربی رقم 0214 قشون‌های سرحدی فرهاد داوطیف را برای خنک نظری که باعث مرگ سرباز شد به 1 سال محبس سکونتی محکوم کرد. قربانزاده روز 16 ژانویه سال 2022 هنگام نوبداری در دیدبانگاه نورآباد واقع در ناحیه دیوشتیج از تیر خدمتش کشته شده بود. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 14 ایون سال 2022 در شرح این پرونده گفت صحنه 16 ژانویه سال 2022 خدمتچی قسم حربی 0214 قشون‌های سرحدی کاپیتان داوطی فرهاد سیفالدینویچ همچون سردار نریاد سرحدی گروه کوفتوکووی در حدود دیدبانگاه سرحدی سیم نورآباد قسم حربی مذکور برخلاف طلبات‌های ماده 75 آیین‌نامه خدمتی داخلی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و ماده 90 آیین‌نامه قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان اوید به محافظت سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان عمل کرده نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی خود خنک نظرانه مناسبت نموده در نتیجه بی‌نظارتی او پاسبان نریاد سرحد قطاری اسویف محمد جان شیرالیویچ با استفاده از سلاح خدمتیش تمغه AK 74 به یگان سبب قصداً با مقصد از حیات محروم ساختن همخدمتش قربانزاده را به نشان گرفته از مسافه نزدیک به قسمت پیشانی سرش یک تیر خالی کرده او را به هلاکت رسانیده است. سبب همخدمتش را کشتن عیسی‌زاده شرح داده نشده است. نظر سرباز افسر محکوم شده و طرف جبر دیده دسترس نیست. دادستانی کل گفت از روی این حادثه نسبت کاپیتان داوطیف بر اساس ماده 392 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان و نسبت اسویف بر اساس ماده 104 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشوده شده بود. امور دقیق درباره مرگ و میر سربازان در قسم‌های نظامی در تاجیکستان دسترس نیست، ولی موردهای کشته شدن سربازان در قسم‌های حربی قوه‌های مسلح تاجیکستان از موضوعهایی است که جوانان را نسبت به خدمت حربی دلسرد می‌کند و پدر و مادر آنهایی را که به خدمت می‌روند در حال نگرانی قرار می‌دهد.